بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گچ کشیدند. ارباب عمایم این خبر را از مخبر صادقی شنیدند. گفتند که وا شریعتا، خلق روی زن بی نقاب دیدند. آسیمه سر از درون مسجد تا سردر آن سرا دویدند. ایمان و امان به سرعت برق می رفت که مؤمنین رسیدند. این آب آورد آن یکی خاک، یک پیچ ز گل بر او بریدند. ناموس به باد رفته ای را با یک دو سه مشت گل خریدند. چون شرع نبی از این خطر جست، رفتند و به خانه آرمیدند. سر کوی دوست جانم، خدا خدا. غفلت شده بود و خلق وحشی چون شیر درنده می جهیدند. بی پیچ زن گشاده رو را پاچین عفاف می دریدند. لبهای قشنگ خوشگلش را مانند نبات می مکیدند. بالجمله تمام مردم شهر در بحر گناه می تپیدند. زندگی نیکوست جانم، حبیب من. درهای بهشت بسته می شد، مردم همه می جهنمیدند. می گشت قیامت آشکارا، یک باره به سور می دمیدند. این است که پیش خالق و خلق طلاب علوم روسفیدند. با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدند. دست تو، من از دست تو ای حبیبم که دارم گله بسیار، که دارم